خدا به یه مرد پولدار یه پسر و دختر زیبا میده. هر روز که میاد خونه دخترش با شوق میپره بغلش، اما اون همیشه فقط برای پسرش هدیه میخره و دخترش رو دوست نداره. وقتی مردی ببینم کی میاد سر قبرت گریه کنه. مرد با کوچیکترین اشتباه دخترشون رو تنبیه میکنه و اذیتش میکنه. اون پدر رو باید بگیری بکنی تو گونی. خلاب گفتم خلا. دختر از این که پدرش دوستش نداره مدام قصه میخوره. عزیزم یه شب موقع شام مرد با پسرش سر میز نشسته و وقتی دخترش میخواد بیاد کنارشون بشینه با عصبانیت بهش میگه برو پیش مامان غذا بخور. این مردی که همون لحظه یه لقمه توی گلوش گیر میکنه، نمیتونه نفس بکشه. پسرش که سرش تو گوشیه حتی بهش نگاه هم نمیکنه، اما دخترش با نگرانی میدوه سمتش و به باباش کمک میکنه و نجاتش میده. مرد دختر رو محکم بغل میکنه ولی چند روز بعد دوباره همه چیزو فراموش میکنه. حرومزاده. خب ببین حرومزاده و فقط همین. روزا میگذره، دختر از این همه بی‌توجهی خسته میشه، دلشو میزنه به دریا و میره یه جای دور زندگیشو از نو شروع میکنه و به پدرش هم حتی یه بارم زنگ نمیزنه. خوب میکنه. چند سال بعد یه روز صدای در میاد. وقتی دختر درو باز میکنه باباشو میبینه. 15 سال ندیده بودش. مرد حسابی پیر شده. دخترش سریع روشو برمیگردونه. اشکاش راه میفته. مرد با چشمای پر از اشک میگه دخترم دیگه داداشت بین ما نیست، معتاد شد و اووردوز کرد. منم سرطان گرفتم و فقط یه ماه دیگه از زندگیم مونده. لطفاً برگرد پیشم، یه شرکت نجات بده. دختر باباشو محکم بغل میکنه و آروم میگه بابا من تو رو بخشیدم، اما اینجا توی تنهایی آرامش رو پیدا کردم. بعد آروم در روی پدرش میبنده و شروع میکنه به گریه کردن. گریه نکن عزیزم، حقش بود. مردک خودت چله روانی ببر بذارش تیمارستان. از همون موقع باید میرفته تیمارستان. مردک خال.